سجده تلاوت کدام وقت بر انسان واجب میگردد؟ البته همچنانی که در کتاب‌های فقهی آمده است، سجده تلاوت واجب میشود بر کسی که تلاوت کرده است یا شنیده است. بله. یا خود خوانده است یا شنیده است. وقتی که اگر سجده تلاوت را شنید، همچنانی که در کتاب‌های فقهی هم آمده است که در 14 جای قرآن آیتی سجده تلاوت است. فی آخر رعد و اعراف و رعد و نحل و بنی اسرائیل و مریم و اول الحج و فرقان الی آخری. یعنی 14 جو سجده تلاوت است. وقتی که انسان تلاوت میکند یا میشنود او را انجام میدهد. طرز اونها است که یعنی سجده تلاوت تشهد ندارد، سلام ندارد، رفعیت ندارد، فقط نیت میکند، یک سجده میکند. تجیب سجدتون بین تکبیرتین. الله اکبر میگه سجده میکند. در سجده همون تسبیح های سجود رو میگه. سبحان ربی الاعلی. یا 3 بار یا 5 بار یا 7 بار موافقی همون 9 بار میگه. بعدتر با دعا دارد که امر استحبابی است. گفته سجدت للرحمن و آمنت بالرحمن فاغفر لی ذنوبی یا رحمان سمیعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. یعنی وقتی که شنید باید که سجده تلاوت رو انجام میده، فقط از عقل. یعنی اگر رفت و از صدا باشد یا که از اون پرنده توتی فرض کردیم، توتی ها هم تعلیم میکنند، اگر از اون توتی بشنود اگر برای انسان سجده تلاوت واجب نمیشود. سوال به میان میاد، یک انسان در راه است، در سفر است و قرآن را گذاشته است که میخواند، در اونجا آیتی سجده را میخواند، بله. آیا بالای او واجب میگردد و این که نه؟ از ثبتایی که هست وجود دارد ما با این چیز روبرو میشیم. البته از اینا سجده تلاوت واجب نمیشد. اگر رفت پخش مستقیم باشد اگر در این حالت سجده تلاوت برای او لازم میشد. و فرق دیگرش همین است که واجبی سجده تلاوت فوری نیست. بله. مثلا واجبی حج فوری است، اگر انجام ندهد بس گناهگار میشود. اما سجده تلاوت تأخیر هم شود قضا نمیشود. هر وقت که به یادش اومد میتونه که سجده تلاوت رو انجام بده. وقت معینی ندارد یعنی؟ بله بله، محدود به همون ساعت و به همون وقت نیست. یعنی به سبب تأخیر کردن قضا نمیشود، در صورت ادا انجام صورت میگیرد.